بعضی از آقایون انتظار دارن که همسرشون مثل مادر از اونا مراقبت کنه. بعضی از خانوما انتظار دارن که همسرشون جای خالی حمایت‌های پدرشون رو برای اونا پر کنه و همین نگاه و تفکر اشتباه رابطه بین اونها رو تخریب میکنه، چون این توقعات غیر منطقی کم کم بینشون فاصله میندازه. مردی که فکر میکنه خانومش باید همه کارهای خونه رو خودش انجام بده، زنی که توقع داره همسرش همه بار زندگی رو تنهایی به دوش بکشه، به جای اینکه کنار هم باشن روبروی هم قرار میگیرن. باید بدونیم رابطه درست و سالم وقتی شکل میگیره که دو نفر نه برای پر کردن خلأهای گذشتهشون بلکه برای ساختن آینده زیبای مشترکشون کنار هم باشن و با هم تلاش کنن. پس بیایید توقعات غلطمون رو کنار بذاریم تا رابطه عاشقانه و دلچسب رو کنار هم دیگه تجربه کنیم.